در کار مشورت آموزشی نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، رهبریت مرکز جمهوری مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، نمایندگان از وزارت‌های اداره‌های داخلدار، سرایوسط معارف شهر دوشنبه، دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی، رهبران استراحتگاه‌های بیرون از شهری از ولایت‌های سوغد و ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اشتراک داشتند. مسئولین ضمن مشورت در خصوص دستگیری‌های پیوسته حکومت کشور، علل خصوص پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اوید به مهیا نمودن شرایط برای محیط سالم و استراحت با فراغت کودکان و نورسان، درست به راه ماندن فعالیت تعلیمی، تربیوی و تشکیلی در استراحتگاه‌های تابستانه، جلب بیشتر کودکان و نورسان به استراحت و سالمگردانی، به راه ماندن همکاری‌های سودمند میان وزارت و اداره‌های داخلدار در دوره تشکیل موسم استراحت ابراز نظر نمودند. سپس نمایندگان وزارت و اداره‌ها اوید به ترتیب تقسیمات راحت‌ها وابسته به مبلغ‌های پیش‌بینی نموده اگنتی سوغورته اجتماعی و نفقه و مبلغ‌های اتفاق کسبه برای استراحتگاه‌های کودکان و نورسان در سال 2026، ترتیب تشکیل بنگاه‌های طبی و تامین استراحتگاه‌ها با طبیبان و مواد داروواری، ترتیب گرفتن اجازتنامه و پیشگیری بیماری‌های سرایتی، راه‌های پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده از جمله پیشگیری غرقشوی کودکان و نورسان در استراحتگاه‌ها، راه‌های تشکیل بی‌خطری کودکان در استراحتگاه‌ها و پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و نقش نمونوی هفته‌انه فعالیت استراحتگاه ابراز اندیشه نمودند. در ادامه قید گردید که سال جاری از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با وزارت و اداره‌های داخلدار نظامنامه استراحتگاه بیرون از شهری و با قرار مشاوره وزارت معارف و علم نظامنامه استراحتگاه نزد مؤسسوی در تحریر نو تهیه و تصدیق کرده شده، دسترس اشتراکچیان مشورت گردانیده شد. در هفته همایش میان اشتراکچیان مذاکره و محاکمه رانی صورت گرفت. همزمان در ادامه این تدبیر در زمینه استراحتگاه بیرون از شهری شراره شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی اوید به طرز کشاده شوی و پوشیده شوی استراحتگاه کارهای عملی گذرانیده شد. مورد به ذکر است که همساله در شهر دوشنبه دوره استراحت کودکان و نورسان در استراحتگاه‌های بیرون از شهری شعبه‌های معارف 4 ناحیه پایتخت تشکیل و گذرانیده می شود.